سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز می‌خوایم بریم سراغ این که چجوری میتونیم با استفاده از نرم افزار ورد توش 4 تا نمودار رسم کنیم و این نمودارها رو با اکسل ترکیب کنیم. نرم افزار ورد رو باز می‌کنیم. از قسمت اینسرت ما اینجا یه گزینه مشاهده می‌کنیم برای چارت، گزینه برای اسمارت چارت مشاهده می‌فرمایید. اسمارت چارت هایی هستن که نیازی به ترکیب شدن با اکسل ندارن، فقط حالت یه سری از ترکیب شدن موارد موردی، مثلا زیرگروه نوشتن، یا اگه بخواید چرخه‌ای بنویسید، یا مثلا بخواید یک هرم غذایی درست کنید، یا بتونید کارهایی که مثلا تحت موردی هست اینا رو بتونید رسم کنید و خیلی هم راحته. ما یه نمونهش حالا با هم میریم، مثلا برای هرم غذایی رو مثلا میکشیم، اینجا برامون میاره. مشخصه که تکست اول مربوط به اینه که میبینید دورش هم فعال شده. تکست دوم میتونید کاملا شما یه تکستی رو حذف کنید، میتونید یه گزینه فقط یکی از تکست ها رو حذف کنید، یا نه دوباره یه تکست دیگه جدید بهش اضافه. وقتی این الان شیپ ما فعال نیست، چارتی که ما کشیدیم فعال نیست، یعنی انتخاب نشده، ما زمانی که اینو انتخابش میکنیم دو تا گزینه توی این سربرگ بالا برام میشه دیزاین فرمت. توی دیزاین که بزنیم خب معلومه اینجا یه سری طرح‌های آماده داده بر ما. از این طرح‌ها ما مثلا میتونیم استفاده کنیم. حالا من دو بخش اینجا، منم اینجا دو بخش کشیدم. ما اینجا میتونیم ببینید، اینجا میتونید از شیپو که بزنید میتونیم یک بخش به هرم خودمون اضافه کنیم. طبیعتا اگه اون بخش رو انتخاب کنیم و گزینه دیلیت رو بزنیم همون بخش پاک میشه. از بخش بغل هم خب یه سری طرح‌های هستن که میتونیم برجسته سازی کنیم، سه‌بعدی کنیم و حالت مدل مختلفی داره که شما خودتون یکم کار کنید میتونید دستتون بیاد. تو گزینه فرمت تنظیمات مربوط به درون شکل، دور شکل، مثلا نکنید الان اینجا ما الان قسمت سبز رنگ رو انتخاب کردیم، اینجا داده شیپ فیل، یعنی این رنگمون، این شیپمون با چه رنگی پر بشه. اینجا داده شیپ اوتلاین، یعنی دورش چه خطی باشه. الان من دورشو بذارم روی مشکی، یه ذرم سایزشو بزرگ کنم که شما ببینید. کنید الان یه دورش به ما یه خطی داره. از این قسمت میتونید فعالش کنید و قسمت ویج هم میتونید ضخامت این خطا رو مشخص کنید. از قسمت دش هم میتونید نوع خطا رو مشخص کنید، مثلا نقطه چین باشه، هر جوری که دوستون. از این قسمت مال بخشی بود که به قسمت شیپ. وقتی حالا ما یه تکستی رو بنویسیم اینجا ما میتونیم تنظیمات مربوط به تکست رو داشته باشیم. مثلا میتونیم تکست رو انتخاب کنیم و یه استایلی که حالا دوست داریم و بهش بدیم و حالا دوباره این استایل هم میتونیم اینجا شخصی سازی کنیم. یه سری تکست افکت داره، مثلا میتونیم برجسته سازی کنیم، بهش شادو یا سایه بدیم، بهش میتونیم تصویر آینه‌ای داشته باشیم زیرش، یا یه سری گلو بدیم که مثلا دورش حالت نورانی کنه برای ما. باز از تکست اوتلاین مثل شیپ اوتلاین میاد دور شکل ما خط میکشه، تکست اوتلاین دور متن ما خط میکشه. مثلا ما الان اینجا مشی رو انتخاب کنم، شما کامل این خطای دورش رو میبینید. تکست فیل هم که همونه، میاد داخل رنگ متنمون عوض کنه. الان داخل رنگ ما سفید هست، مثلا میتونیم بذاریم روی زرد، هر رنگ. این کلا خلاصه ای بود از بخش اسمارت چارت ما که کلیت کار به همین شکل، فقط اینایی که میبینید فقط شکلشون با هم متفاوته، وگرنه کار کردنشون تماما یکیه. ما اینو حذف کنم، زیاد ما روی این کار نداریم، ما بیشتر بخشمون روی چارته که ما واکنیم. اینجا یه سری دستبندی ها میاره، مثلا میگه کلومن به صورت ستونی، لاین نمودارهایی که خطی هن، اینجا نمونه هاشو مشخصه. پای مثلا نمودار دایره انتخاب میکنم. ما اینجا نمودارای هم خطی و ستونی و ترکیبی با هم داریم، مشاهده میکنید که میتونه یه روندی ما نشون بده. ما از یه نمودار ساده میخوایم شروع کنیم، نمودار ستونی و اینجا هم بستگی به شکلش میذاریم اونجا بمونه. خب وقتی چارت ما باز میشه خودکار یک بخش از محیطی هم از چیز بر ما باز میشه برای اکسل. البته این شبیه ساز اکسل توی ورده که اگه ما اینجا بزنیم میبینید که میتونیم همین دیتاهایی که اینجا داریم رو
در داخل اکسل که زیاد تفاوتی نداره. اینجا ما بخش مختلفی داریم میبینیم. همونجوری که مشاهده میکنید ما 4 تا بخش داریم که اینجا اون 4 تا بخشمون رو میبینیم که نامگذاری شد و همون نامایی که زیرشه. حالا اگه مثلا ما بخوایم اسمش رو عوض کنیم، هر اسمی که دلمون بخواد میزنیم. میبینید که الان اسم 1 شد. ما اینجا چون اینو پاک کردیم و فقط بخش 1 رو گذاشتیم. اینا دیگه به سلیقه خودمونه که در چه حوزه‌ای داریم فعالیت میکنیم و چه نامی میخوایم زیر ستونامون داشته باشیم. بعد گفته مثلا شماره 1 ما 3 تا بخش داره، یعنی 3 تا از این ستون رو داره. خب ما میتونیم مثلا کلا یه ستونش رو اگه نخواستیم شماره‌اش رو میگیریم دیلیت میکنیم. اگه بخش اعمال کنیم می‌بینیم یه ستون حذف شده. یا اگه برای یه بخش یه ستون نیاز داشتیم جلوی بخش یه بخش دیگه اضافه میکنیم. یه عدد ما اگه بزنیم اینجا تغییراتش معلومه. این بستگی داره به چی؟ به نوعی که شما چجوری میخواید کار کنید. اینجا یه چارت تایتل داره که از همینجا میتونید ادیتش کنید. بعد اینجا مشخص شده که مثلا بخش 1 توی ستون ها با رنگ آبی، 2 نارنجیه که نکنید اینجا نشه سیریس 2 که اینجا زده سیریس 2 با رنگ نارنجی. اینا همه شما میتونید با اسمی که خودتون میخواید ثبت کنید و عددهایی که توی داده هایی که دارید رو ثبت کنید و یه نموداری داشته باشید. الان شما کاملا میتونید یه نموداری رو تحت هر عددی و تحت هر شکلی که بخواید رسم کنید. من اینو ببندم. یه سری وقتی انتخاب باشه چارت ما یه سری 2 تا دوباره برای ما چارت تول ظاهر میشه. نمیشه دیزاین فرمت. دیزاین خب همونجور که معلومه برای طراحیه. مثلا ما میتونیم بگیم که استایلی که ما اینجا داریم برای نمودارمون به چه صورت باشه. اون دیگه شخصی سازی خود ما. حالا به نوعی دوست داریم شخصی سازی کنیم. اینجا مدل‌های مختلفی هست. اینجا رنگ‌بندی‌های مختلفی شما مشاهده می‌کنید. یا از اینجا اگه بخواد یه چارت المنت میتونید نکنید نشه اد چارت المنت. نکنید شما اگه مثلا میتونید نکنید اینجا الان میگه این بخش کناری پایینی رو حذفش کن برام. شما اگه رو این بزنید این بخشی که 1 2 اینا نوشته میتونه حذف بشه. یا اگه روی گزینه ورتیکال حساب کنید عمودی ها رو حذف میکنه. هاریزونتال انتخاب کنید افقی ها رو برام حذف کنه. بخشایی هم داریم تحت عنوان اینجا چارت استایل که دوباره همون بخش بالا رو بر ما وا میکنه. کالر رو بزنیم دوباره رنگ بندی ها رو بر ما وا میکنه. بخش بعدی که میریم سراغش اگه دوباره خواستید به تنظیمات اون دیتاتون برگردید ادیت گزینه دیتا این بالا هستش. اونو که بزنید همون جدول ادیت بر شما وا میشه. یه گزینه دیگه هست برای طراحی. مثلا ما این نمودار سبز رنگ رو انتخاب میکنیم ستونش رو دوباره روش کلیک میکنیم یه بخشی این بغل بر ما وا میشه. نکنید مثلا ما یه ستون انتخاب میکنیم اینجا میگه دوست دارید اون شکلتون چجوری باشه به صورت یه باکس باشه به صورت مثلثی هرمی باشه یا نه میخواید حالت اسطوانه‌ای شکل باشه و حالا اینا مدل‌های مختلفی که اینجا داره و اگه مثلا گزینه رو اینجا وا کنید میبینید که نمودار جمع‌تر میشه. یعنی نکنید این میتونه شما رو زوم اوت و زوم این کنه. این تمام راهی بود که ما میتونستیم برای یک رسم یک چارت توی ورد بریم و به چارت مورد نظر برسیم. فقط تنها چیزی که اینجا مهمه بقیه چارت های دیگه هم به همین روش انجام میشن. فقط شما اینا مثلا فقط شکل های عجیب و غریبی دارن وگرنه اللحاظ رسم کردن اللحاظ ثبت داده ها طبق همون نموداری که ما الان کشیدیم انجام میشن. ممنونم که تا اینجا کار همراه ما بودید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. ممنون میشم لایک کنید، کامنت بذارید، حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید و از پیج ما حمایت کنید. تا آموزش بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم.